ببینید بارکدخانه‌ها معمولا یه دونه دفترچه دارن به این شکله دفترچه‌شون. خب توی این دفترچه ها یه سری بارکد هست. این بارکداش هم این شکلیه. با این بارکد شما میتونید بارکدخانه خودتون رو تنظیم بکنید، به صورت منوال بخونه، به صورت حالا اتومات بخونه، حالا هر مدلی که شما بخواید. این حالتی که الان بارکدخانه ما میخونه، ببینید این دکمهشه. میخوایم بارکد رو بخونه، ما این دکمه رو میزنیم و بارکد خونده میشه. میخوایم تنظیمش بکنیم که حالت اتومات بخونه. حالت دیفالت هم داره. اگه تنظیمش از حالت درست خارج بشه میتونید به حالت دیفالت هم برگردونید. من الان میخوام که این به صورت اتومات بخونه. برای همین معمولا باید دنبال کدی باشید با نام حالت اتومات یا اینکه کانتینیوز. به این حالت ببینید که بقیه بارکدها رو نگه داشته باشید و اون بارکد رو باهاش اوکی بکنید، بخونید یه بار اون بارکد رو به همین شکل. بعد نگاه کنید من از دکمه استفاده نمی کنم. این دکمه‌ای که کنارشه فقط روی بارکد میگیرم و خود دستگاه این بارکد رو میخونه. و اگه بخوام به حالت دیفالتش هم برگرده که با دکمه بخونه، همین بارکد رو ست میکنم باهاش. دوباره نگاه میکنم، نگاه کنید با این دکمه الان با دکمه میخونه. به این راحتی میتونیم بارکد خانمون رو به صورت اتومات یا دستی تغییر بدیم.